چونکه او تو رو میکشد. بفهمید مقصود تو چی با این زن در اینجا مغلق کرده ایستاده ای؟ زنده به اون تک پرتوی. ببخشید رفیق سردار، این سفارش من و بچه ها بود که مادر من رو نکشند. بختیار موبایل باید نه؟ نه درست رفت. بیا بختیار کی سقم؟ چون که او را خود من چون که او را خود من، زیرا که او یگانه شخصی هست میتواند مرا از این راه پس گرداند و با این راه از بیا گفتنش هم خلاص می شود. احسن به شعری میدان. دیده جسارت و مردانگی را. اگر همه شما با مثل همین شعر بچه من در بیعت استوار باشه، ما کوره زمین را بلرزه می‌داریم. بختیار تو با این رفتار مردانگی زخم‌های دلی مرا شفا بخشیدی. این زن را در اینجا نه، بلکه در نزد مردم عادی، تا اینکه با این رفتار مردانگی تمامی دنیا را تکان بخشه. بختیار
در زندانی کنید. نه ایسه زن رو با اتاق کاری من ببره. من او رو به نکاح خود می‌دارم. دختر را باشد در بدنش موادی ترکنده نصب نموده، در یگان جای سیرودن ببخشید سردار، زن و فرزند بختیار قماندان کن. بختیار گفتی مقصود؟ بختیار علکه مجروح است و کار برای ما لازم بود بختیار به انجام رسانید. او را نیز بکشید. مرگ بختیار به ذمه مقصود. اطاعت سردار. آفرین.